تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. سر کتفی او یک ستاره مانده بود. گاه آن هم نشیمنی خود را ترک میکرد. فاصله پیش میرفت، صورتی چشم زنده را میگرفت و چشمک میزد که بیا و شاشا پیش میرفت. ستاره هم پیش میرفت. شاشا باز می ایستاد، ستاره هم باز می ایستاد و صورتی چشم زنده را میگرفت و چشمک میزد که بیا و شاشا از دنبالش میرفت. ستاره ده را دور میزد، شاشا نیز ده را دور میزد. ستاره فراز را بالا میشد، شاشا هم فراز را بالا میشد. ستاره به پیرهه و بیرهه میرفت. شاشا هم به پیرهه و بیرهه میرفت. ستاره به پیرهه و بیرهه پایین میفرامد. شاشا هم به پیرهه و بیرهه پایین میفرامد. ستاره گردی خانه بابای جاوید دور میگشت. شاشا هم گردی خانه بابای جاوید دور میگشت. بالاخره ستاره مانده میشد. نه شاشا تن میداد ستاره بر ردیف خود آمده در نشیمنگاه خود معوا گرفت و شاشا نیز کمی صفا می گرفت. و این حادثه زیر روز رخ داد که به خانه بابای جاوید خواستگارها آمدند و او دست به دعا برداشته فاتحه داد. افزای شاشا بیجا شد. شاشا سرم درد می کند. شاشا در قفس سینه هم چیزی می جنبد. شاشا درون رگ‌هایم چیز جاری است. اما شاشا به کسی نگاه نمی کرد و این نقطه را بالای سر آماج گرفت روان بود. شاشا را دردش دوا گرفت. باز در ده آوازه کردند بچه ها. بابونه آه کشید، اهل ده آه کشیدند، کوه دره ها آه کشیدند. چند نفر رفته او را به زور برگرداندند. شبی عروسی نوبخت و بابونه شاشا از ده تماما غیب زد. روز دیگری که به خاطر آورد که شاشا را دی فراز کوه را بالا می شد، نقطه را بالای سر آماج کرده. دیگری به خاطر آورد که شاشا را دید در گوشه بام نشسته و به آسمان چشم دوخته. سوم به خاطر آورد که شاشا را دید به گوجای شتابان و کمپیری میسه از پسش گریان. مردم از پی جستجوی شاشا شدند. 3 روز کوه و پشته ها را جستند، دره و غار و مغاکا را جستند. نشان از آن به نشان نیافتند. یک نفر مشورت داد که سگی پویگیر بیارند، مرده یا زندهش را یابند. از شهر مردی نظامی با سگ آمد. سگ پاپوش شاشا را بویده براه در آمد. از پسش خرد و کلان، پیر و جوان، مرد و زنان سرمده براه در آمدند. گویا شاشای دیوانه دادرشان بود، برادرشان بود، پسرشان بود، خویشانشان بود. سگ ده را دور زد، مردم نیز ده را دور زدند. سگ فراز را بالا شد، مردم نیز فراز را بالا شدند. سگ فراز را فرآمد، مردم نیز فراز را فرآمدند. سگ گردی خانه بابای جاوید خیلی پس و پیش رفت، مردم نیز گردی خانه بابای جاوید خیلی پس و پیش رفتند. بعد سگ به جانب خانه شاشا راه پیش گرفت، مردم از دنبالش. سگ روی بام برآمد، سگ در گوشه بام قرار گرفت. سگ سر برداشت، سگ به آسمان نگریست و ناله کشید. هر دو کلان، پیر و جوان، مرد و زنان سرمده به آسمان نگریستند و نوحه کشیدند. ستاره در زمین کم شد، ستاره در سما افزود. خوکخانه. پیرک و میرک روی بام کاهدان کالخاس، یکی از دو جای خوش کردهشان، دیگری گوشه باغ کالخاس، بالای نمدپاره فرسوده و غلبه گشته کج پهلو زده بودند و از بیکاری و دلتنگی
نه پخال بود که دود دهند، نه زارمانده بر متوخه پامیر بود که بنوشند و با سرهای مخمور راجع به موضوع دوست داشتهشان. از پیرک تفنگی شکاری خریدن و پی صیدها گشتن، از میرک به شهر رفتن و دوشیزه های نارپیستان را چون امیر عالم خان هر شب عوض کردن، بحث بیاغازند، زمان کلیک بازی بچگان را در میدانچه نزدیک کاهدان تماشا کردند، بعد دستها را پشت سر قوسین ساخته به آسمانی بی‌غبار صاف نگریستند و برابر گویا همان یک فکر آرزوی ناشکستهشان از دل هر دو گذشت که آهی به درد کشیدند، به اختیار خندیدند، زیرا چون آسمانی بالای سرشان روشن بود که چرا آه کشیدند. به ناگاه از جا نیمخیز شد، پیرک دست روی چشمانش سایبان ساخت، به فرازی یلما نگریست و به آهو واه درآمد: هی دوست، هی نابکار، هی به انصاف، هی. وجاهتی پرغضب گرفت. پیرک براستی دزد یا نابکار را دیده بود. بچه ها نیز بازی را ترک کرده روی بام تاختند که دزد یا نابکار را با چشم سر ببینند. چی شده بابا؟ میرک نیز نیمخیز گشت، به فراز یلما نگریست. میبینید اون پدر لعنته؟ به بچه ها رو آورده پیرک و دستش را به سوی فرازی یلما چون لینین به سوی کمونیسم راست کرد. چیه؟ به یک آواز پرسیدن. پدر لعنتی موشه. اگر همین طور کشیدن گیرد 2-3 روز پس یک دانه غله نمیماند در یلما. بچه ها با دقت تمام به گندمزاری فراز یلما نگریستند. آنجا موش چی اگر اشتر هم می بود از اون دوری به نظر نمی نمود. از این رو بچه ها حیران گاه به فراز می نگرستند و گاه به پیرک. میرک نیز دست روی چشمانش سایبان ساخت و به مثلی پیرک به آه و واه در آمد. هی بابا جان، از پسی اون موش باز 4 موش بچه هم گندم میکشن. از این حاضر جوابی و پیرک به شفق آمد. ای بارک الله، اگر امیر عالم خان می بودم به این بدیهه یک کنیز و یک خم شراب و یک جوال در یک طرفت العین پیشکشی جنابشان میشد. هر دو با ذوق خندیدند و بچه ها دیدند که این دو مسخره بازی دارند. به میدانچه برگشتند. پروانه شاپور رئیس کالخوز سرمدره ملقب به رئیس بسته همراه مصاحب کالخوز وغنیچ از فرازی خاربونه به ده می نگریست. به بامگوشه های سگ کنده، دیوارهای نم کشیده خانه ها، ستونهای میان خمیده ایوان ها می نگریست و دلش تنگ می شد. زیرا بعد از جلسه دیروزه که سران ناحیه به شخصی او تنبیهات زیاد گوش زد کردن، وضعی حالای ده امید به خاربست نقشه هایش نمیداد. کمش 100 سال دیگر می بایست سپری گردد و این ده شهرمانا شود و نسیمی جانبخش کمونیسم به آن وزد. باز چون سابقه اضافه نویسی می باید کرد، وگرنه عیان است که دیگر جان سپاریش را به نظر نخواهند گرفت. هر کی با ما نیست برق می ماست، کنار می زنندش از منصب. اصل حقیقت را بگویم، سری بزرگ در مسکو نشسته دهاتی کوچکی را چون سرمدهی ما نمی بیند. اگر این دیوارهایی نم کشیده و این ستونهایی میان خمیده را می دید، اینقدر حاتمانه وعده کمونیسم نمی داد. ما به همین سوسیالیسمش هم شکر می کردیم اگر می ساختیم. های، گمان میکنید که ما ضد کمونیسم هستیم؟ خدای طبیعت شاهد که به نام پارتی عزیزمان قسم که ما تا آخرین قطره خونمان برای رسیدن به کمونیسم مبارزه خواهیم برد. اما انصاف بدهید که در چنین دهی از زمان دوقیانوس مانده که حتی چراغ ایلیچی ندارد، کمونیسم ایتا سویتسکای ولاست پلوس الکتریفیکاسی ویسه страни چطور به شهرهای کمونیسم براییم؟ یک جد و جهد میکنیم، نه شب خواب داریم و نه روز. اگر ساعته که غنبمان ببرد کمونیسم را خواب میبینیم. نه شاه زراعت جواری را کاشتیم، خوکبون که یافتیم، این ساحه را نیز براه میمونیم. شاه دومداری، شاه حیوانات خوک بوده است که دانستیم. رئیس کالخوز اگمددره به حرمتی گستاخی گناه نابخشیدنی کرده است. خوکبچه را بلغت زده است. زود برای قوم خبر بردند. هی غوغا برپا شد، هی سرها تفسیدند. انگار رئیس خوکبچه را نه پارتی را لگت زده باشد
در شورای حزبی این رفتار رئیس را همچون بی‌حرمتی به نسبت شخصیتی معروف، گذشته از این همچون تحقیر به نسبت برادران بزرگ معنی داد کردند. خیریت سری وقت هوش به سر زد و دعوا را تهمت و بهتان و خکبچه ها را معجزه آخر زمان و جانداری نازنین خواند. برای اثبات فکرش از فوک و بینی خکبچه بوسید. تفو، اگر از 100 حزب هم میراندن من این کار را نمی کردم. بسری بزرگ که می‌فارد بگذار آنها را چون معشوقه ببوسد و همراهشان رسم گیرد. بسته پروانه شاپور با دسیسه افکاری تروتسکی معابان داده مشب. هر چی در دل است روز به زبان می آید. به زبان که آمد زود به مرکز می رسد. عقل شیطان حیران می ماند که چطور تو هنوز جمله را به پایان آورده اولی آن را به مرکز می رسانند. اگر خواهی که فوک و بینی خوک بچه را نبوسی، بالا را گوش کن و پایین را منگر. بسته. پروانه شاپور از جیبی شیمی گریف روی مالچهی شب شیراز برآورده عرق سرد جبینش را پاک کرد، گریه گلستوکی گریبانش را پایین کشید و به یاد آورد که مادری پیرش سحر با زحمت زیاد گلستوک بستنی او را دیده گفته بود آیا شرط است که در همین تمیز و تبیستان جانت را در عذاب مانی و خود را به دار کشی؟ این دم نگاهی حیرت آمیزی مصاحب را به خود دوخته دیده به فراز اشاره کرد. انگار آن را ساعت قبل نبرآمده الان برآمده باشد. واقعا چه معجزه‌ای کردیم؟ از فیودالیسم راست به سوسیالیسم جهیدیم. دو اژدها کپیتالیسم و امپریالیسم را دهنواز گذاشته. پس چرا سوسیالیسم را دهنواز گذاشته به کمونیسم نجهیم؟ خلق بزرگ شوروی به همه چیز قادر است. امریکا را تلخکف ساخته به کیهان برآمد. کمونیسم چی؟ از آن بهتر ایزم باشد هم میسازد. یا تو باور نداری؟ شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. انجام گفتار 38. شاد و موفق باشید.